100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف ها. چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی. نکنند. برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید ما اشتراک نظر هم هست. ما این همه مشترکات داریم، این همه موارد اشتراک داریم. اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلاف. نگذاریم